مردم پهلوانی هم به هر دمی جوان مرد حلال. ما شاهدیان گشته شده که زیبی میدان ها آمدن. من بینید که برای یک طلاق اعلام کرده ما دو تا بهترین گوشتگیر جمهوری ما، یکی اینایه همدانی و دیگر اینایه تیمور ملیک در این میدان با شکوه ما حضور دارند. موی پلوان از نایه همدانی، ایشی پلوان از نایه تیمور ملیک در بین هردوشان یک مال زنده و یک خالین دیگر 200 سامان دیگر اکی بواجان با افتخار ایسیما دگیه اکی بواجان رحمت کلام برای حرمت احترامات. خداوند به باتون نکنه. من میدون اداره ندادم. ما اگر تو همون سمو را نبینم من اعلان نمیکنم. من سمو را میبینم میخفم بعد اعلان نکنم. بچه ها که من آدمی گودردار را مرا در دشمه میخبر میگم پولای ما کو. من گودردارم جواب گفتن نمیتونم. همین کسی که سو بمانه هر دو دوستینی خوب نشان بده. خداوند هر دو تا بیقبال نکنه. من یک بار دیگه تکرار میکنم که طلاق چیه بود نبود 300 سامانه شما در جیبه که ما برای اینقدر فراموش نکنید. میدان دلیره خداوند هر دو تا بیقبال نکنه. پلوان ما شما باوری داریم که هر همیده سوداگری بکنیم. مرحمت. بچه ها سعی مختار شدگیه در میدان. هر دینه کمیره بیر میدان. این بچه میگه که ما بدخشانم. حالی ما قطعه حالی ما میره دو سوال میتونم اگر بدخشانی را بدونه باورش میکنم. همین سلام بدخشانی چی میشه؟ دارم ای که جای بدخشانی از یزگلامی شماری مردم یزگلام و نایه مهمان نواز کی میکنه؟ موسا پلوان و اتحای تاسقلای نایه باسه در بین هر دو سال 150 سامانی بده این بین نمازی کنید. میدان اشتیاق گوشتگی ایسی پلوان نمی ازده. گوشتگی ایسی پلوان بعد حضوران تنگه ایسی پلوان که پلوان بهترین جمهوری مانه همی ازده. خدا هر دو تا قوت بده. خدا هر دو تا قوت بده.
ایسی پالوان شیر خطلان 100 آفرین به شما برای هنر زیبا نشان دادن. ایسی پالوان پیش ما بیا. مظفر از دنگره در بین هر دوشون بباشم بودی در بین هر دوشون بباشم. قزاقستانی خدیگی 150 سومانی برو باید دنگوشی بدا قرصاق ایدامی همین تماشا بیدار مرمم هر در خداوان بیقال نکنم. حلالی و حرامی را همون دوباره میگن حلال حرام حلال. ببردو در طرف دستی راستی محمدان گوشتینی سایچو پالوان با همگان معلوم است که در سراسر جمهوری چکل گوشتین میگیره. زاده ناحیه واسه شهر خطلان سایچو پالوان محرمه سید مختار پالوان کسی که میخواه بیاد در بر سید مختار پالوان بشینه نیم ساعت های در امروز شتگیه. انا میره دلری میگه انا میره چکانی میگه انا میره پالوانی میگه. سلام سرچه این همتون گفته که سایچو پالوان با میدان ببروید. این سایچو پالوان آمده یک گپی خوب گفت. سایچو میگه که من زاده ناحیه واسه ام بیگدار مهمانا بخبه خطیما گوشتین بگیره. آفرین به شما و سریع تعظیم فرود میارم در نزد شما. آفرین یک قرصه با افتخار است. اشاری کی؟ اشاری حمزه یکی سخنورانی نامی جمهوری ما از ناحیه یاوان تشریف آورده. اگر اشاری حمزه در اینجا باشی مردم تشنه سخنهای شیرین شما یا یک قرصه با افتخار خیلی نظریم شامدی نو دیدم شامدی برادر. ما مینداریم و از نام مردم دهه تازخانه از نام ساکنان ناحیه واسه شما را به این دهه مهمان نواز مرحمت امروز سخنهای شیرین و تشکر زیاد به دوستانی که کانال ما را دستگیری میکنند و آنهایی که نو کانال ما را میبینند و کانال آبونه شوید، در ویدیو لایک گذارید و زنگوله کانال را پخش کنید تا که ویدیوهای نو ما را تماشا کنید.